بینندگان عزیز سلام بر شما. در برنامه میز 91 در خدمت شما هستیم با نگاهی به مهمترین وقایع سیاسی سالی که گذشت، همراه با دو کارشناس برجسته مسائل سیاسی که ازشون میخوایم خودشون رو معرفی کنن. بله خدمت شما من دکتر بابا هستم، متخصص مطالعات امور ژئوپلیتیک، یعنی با ویل کار میکنم. ژئوپلیتیک در خاورمیانه از دانشگاه ویرجینیا در گرایش ترولوژی. بله بسیار متشکرم. شما؟ کوچیک داداش دکتر حشمت خالتوری هستم، متخصص مناقشات منطقی از دروازه دولاب تا بلندی‌های جولان. ضمناً طراح دکور صورت هم هستم. هر شبم تو جیگرکی مش محمود میزگرد سیاسی داریم. بانکت بازی کن. بله، سوال اولمون رو خدمت بابای عزیز مطرح میکنیم. دکتر بابا، شما راه برون رفت ولی فقیه از تحریم‌های فزاینده بین المللی رو چطور میبینید؟ بله، والا اگه بخوام این بحث از بعد کمباینی بهت بگم یه بحثه، اگه از بعد استراکتوریک بخوام بهت بگم یه بحثه، اما من از تخصص خودم یعنی همون ژئوپلیتیک وارد میشم که میگم ببین محسن جان، این سید علی مثل یک مترسکی میمانه که یه عالم زمین درشه، نه بذری هسته که بهش میرسه، نه اویی بهش میرسه، نه افتویی بهش میرسه، فقط یک سری علف سگی که همین بسیجی ها باشن دره برش در آمده. حالا راه حل چیه؟ راه حل به نظر شما چیه؟ تخیل فکر میکنید چیه محسن جان؟ ها خودم بهت میگم تنها کاری که خودش میتونه بکنه، یعنی خامنه ای میتونه بکنه اینه که نقش کود رو بازی کنه، یعنی یه پابیل بزنه، ده تا پابیل بزنه، سه تا پابیل بزنه، یه قبری بکنه واسه خودش هم همونجا بگیره، تک بگیره بمیره همونجا، تمام. هم ما راحت میشیم، هم شما راحت میشیم، هم بینندگان عزیز ما که الان پای برنامه هستن دارن برنامه ما رو نگاه میکنن و به بود استراکتوری که برنامه ما دارن نگاه میکنن به یک راه حل بزرگ دست پیدا میکنن. عذری میخوام ببخشید، با اجازه بینندگان عزیز آقای مرجی اجازه بده یه چیزی وسط پرانتز بابا بندازم. من پدر من میز سیاسیه، پابیل و کود و علف سگی که جاش رو بحث سیاسی نیست. شما شکلت دارم من از استل سیاسی استفاده کن، 4 تا استل بزن صفا کنین، 4 تا اسم بیاد، 4 تا از این اسکی میسکی ها و چف مفکفا بیا، داستانی داریم با این داستان چه ها رو. بله، البته اشکالی نداره، میخواستن عام فهم صحبت کنن بابا. بله خیلی متشکرم. سوال بعدیمون رو از دکتر حشمت خان میپرسیم. دکتر میخواستم بفرمایید که چه تحلیلی از انزوای بین المللی جمهوری اسلامی شما دارید و این قضیه رو چطور میبینید؟ والا این انزوی که شما فرمودید یه انزو تاکوتوکی یعنی تاکتیکی نیست، بهم میگن انزو استراتژیک. نمیدونم شما رضا منوروفسکی رو میشناسی یا نه؟ منوروفسکی از چهره‌های بعد از فروپاشی شوروی بود دیگه ها؟ نه ببخشید مال داستان دیوار برلین بود، درسته؟ آره خب اون برم مخبر الدوله سمت کوچه برلین یه دیواری بود، همین بابا ازش رفت بالا که گرفتنش زندگیش فروپاشید. همینو دارم میگم. حالا اینو میخوام بهت بگم، خیلی حسن پسند میکرد، اما وقتی خورد به خنس، وقتی اون داستان خیتش با جماعت آقا مصطفی اینا لو رفت، کل جواهل من یعنی جاهل‌ها گذاشتنش کجا؟ تو آنپاس، تو گوشه یه قدم، یعنی رتته. آره. حالا اون که رضا منور بود با 130 کیلو وزن، 40-50 تا نوچه قسم خورده دور و برش. این سید علی که با استخون 30 کیلو بیشتری و از نوچه‌هاش هم که چیزی نمونده جز همین نمیرالاسلام والمسلمین حاج آقا جنتی که اونم جز آثار باستانی نظامه، دست بهش نمیشه زد. ببخشید آقای مرجی، ببخشید من یه پرانتزی بندازم وسط این آقا که داره صحبت میکنم. اولش که شروع کرد یه اوفسکی گفته، 2 تا ایسیم هم انداخته، ما فکر کردیم ایشون از دانشگاه سوربان پاریس دپیده یه دیپلماسی افتاده پایین، اما وقتی بحثش که پیش رفت دیدیم نه بابا سوروان که سهل تمان پاریس هم نیست این واقعا. مرد حسابی اینتر که تسبت میکنه آدم فکر میکنه به جای برنامه سیاسی تو قهوه خانه نشسته. نه
یه جوری صحبت میکنی انگار قهوه خونه مکان اخیه. اکی آقا پدر من انقلاب فرانسه هم از همین قهوه خونه ها شروع شد. اون موقع بهش میگفتن سیته، اما حالا خب خیلی سیته. همین جناب سوروس تو سوربن هم دوره‌ای بنده بود. وقتی تز انقلاب نرمو داد یه صفر براش اومدم گفتم تزول بابا تزول. اکی آقا رو سر همین داستان استادمون جناب میشل فوکو بهم گفت هشمتوفسکی تو بالاترین نمره رو تو کل دانشگاه‌های دیپلماسی گرفتی. ببین دیگه بقیه چقدر خنگ بودن که ته اول بشدی. انت به بعمه رو بسیم بکنه بسیم ایشی بله خیلی متشکرم. تا برنامه بعدی از شما دارم. ببخشید از شما خداحافظی. خدا نگهدار شما. آقای اشرف